أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. چیل حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. از ابوهرایره خداوند از او راضی باد ریوایت است که پایامبر صللاللهو علیه و سلم فرمودند شخصی که شهادتی بردورغ و عمل نمودن به آن را ترک نمیکند خداوند نیاز به گروسنگی و تشنگی او ندارد. ریوایتی احمد، بخاری، ابوْدوُد و ترمذی. شاهدی بر دروغ از جمله گناهان کبیره می باشد. به این خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بسیار موردها این نکته را تأکید می نمود که بندگان از شاهد شدن بر دروغ پرهیز نمایند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث شریف نیز تأکید می نماید که هر کسی از شهادت بر دروغ و عمل نمودن به آن پرهیز نکند خداوند به روزه داشتن او نیاز ندارد. این گونه شخصان به جز گروسنگی و تشنگی چیزی به دست نمی آورند و از ثواب روزه محروم می شوند. پس برادر و خواهر ایمانیم با انجام دادن این گناه کبیره، این عملی زشت، روزه داشته خود را از دست مده.